در بخش یکم راجع به تولید نمایه با استفاده از دستور ایندکس در بسته زیبرشند با کمک گزینه کویک ایندکس توضیحاتی بیان شد. در این بخش می‌خوایم که توضیحات تکمیلی در زمینه ایندکس رو بیان کنیم. اولین نکته که وجود داره اینه که در بسته زیبرشند معادل با دستور ایندکس دستوری به نام در نمایه تولید شده که با اون میتونیم نمایه تولید بکنیم. این دستور هیچ فرقی با دستور ایندکس نداره و دقیقاً همون کاری رو انجام میده که دستور ایندکس برای ما انجام میده. از جمله مزایای استفاده از این دستور اینه که این دستور خب فارسی هستش و برای اینکه ما بتونیم کلمات فارسی رو در یک متن فارسی در نمایه قرار بدیم لزومی نداره که دائم کیبوردمون رو عوض بکنیم و از انگلیسی به فارسی تغییر بدیم. به عنوان مثال متنی که من الان اصلاح کردم رو اگر ملاحظه بکنید، اگر سیو کنیم و اون رو پردازش بکنیم، شما متوجه میشید که این دو دستور رفتاری کاملا مشابه با هم دیگه داشته و همونطور که در خروجی فایل هم مشاهده میکنید دستورات جدیدی که من درون دستور در نمایه قرار دارم مشابه با دستورهای کلماتی که درون ایندکس قرار گرفته بودن درون نمایه ظاهر شدن. نکته دومی که وجود داره، بعضی وقتا ما میخوایم دسته‌بندی صورت بدیم. به عنوان مثال انرژی زمینگرمایی، خورشید یا باد هر سه زیر مجموعه کلمه انرژی هستند و من دلم میخواد در نمایه زیر مجموعه انرژی قرار بگیرن، نمیخوام در جاهای جدایی باشن. برای این کار کافیه که در دستور ایندکس یا در نمایه کلمه انرژی رو بنویسم و در ادامه علامت تعجب استفاده کنم. این کار رو برای کلماتی که دارم میخواد زیر مجموعه انرژی باشن انجام میدم. به این صورت کلمات یاد شده همگی به نحوی که در نتیجه پردازش هم مشاهده میکنید زیر مجموعه کلمه انرژی قرار گرفتن و درون دسته الف و در قسمت انرژی طبقه بندی شدن و با طول رفتگی مناسب حروف چینی شدن. ما همچنین میتونیم برای خود کلمه انرژی به صورت جداگانه هم نمایه درست بکنیم و به طوری که ملاحظه میکنید اون رو به صورت عادی در آرگومان در نمایه بنویسیم. در این صورت خود انرژی هم شماره صفحاتش در نمایه ظاهر میشه و ما میتونیم نمایه مناسب و درستی داشته باشیم.